اساسی زیاد ترسیدن مردم ما از جن رو در بیسوادی مادران میبینم. در بیسوادی مادران میبینم که از خوردی خودشان هم از جن میترسن، کودک رو هم ترسونچک. این خیل نکن جن میآید، این خیل نشو جن آمد، در خوابش جن آمد، جن این انا گفته سادن که جن با او خاندار شد، جن فلانی رو کشت. با همین گونه قصه ها جن رو ما دیگر ببخشید مقام معبودی هم برآوردگی هستیم. انسان باید با سواد باشد و این مخلوق رو شناسد، رابطه‌اش رو با الله قوی کند، با علمش، با آموختن و به علم و با سوادی انسان به یگان راه رفتن هم میتواند. تقواهای دروغین یک مدت میکند، پس از خصوصا انسان های آره با عالمان هم جن و شیطان تاثیر خودشان رو دارن. انشالله درس دیگر قصهش رو میخونیم، ولی به بیسوادا خیلی زیاد است این چیز. یعنی برای از این چیز خود را دور کردن و رابطه ها رو با الله قوی کردن، خواهر رو برگردید به کتاب و قلم.